از بازدیدکنندگان بسیار عزیز سایتم که روزانه با بازدیدهای متعدد من مورد تشویق خودشون قرار میدن تشکر میکنم. موضوعی که امروز در مورد اون صحبت میکنیم بی‌اختیاری ادرار هست. بی‌اختیاری ادرار یک طیف رو شامل میشه که من اینجا به نوبت در مورد هر کدوم از اجزای اون صحبت میکنم. نوع اول نوع استرس اینکانتیننسی یا بی‌اختیاری از نوع استرس هست. در این نوع بیمار به دنبال افزایش فشار شکمی که به موقع سرفه، عطسه، ورزش و حتی در حرکات ناگهانی مثل دویدن صورت میگیره، یک مقدار از ادرار خودش رو به طور غیر ارادی از دست میده، یعنی خارج میشه که کنترلی روی این قسمت نداره، ولی در بقیه موارد ممکنه مشکلی نداشته باشه. البته انواعی هم هستن که به صورت مخلوط یا میکس هستن و شامل این نوع از بی‌اختیاری و انواع دیگه از بی‌اختیاری مثل ارج اینکانتیننسی یا اضطرار، نوع بی‌اختیاری اضطرار هستن. در نوع بی‌اختیاری اضطرار که نوع دوم هست، بیمار احساس دفع ادرار بهش دست میده ولی قادر به رسیدن به دستشویی نیست، یعنی تا رسیدن به دستشویی چند قطره و گاهن تمامی ادرار خودش رو خارج میکنه که کنترلی هم روی این موضوع نداره. بعضی از این افراد ممکن همزمان استرس اینکانتیننسی یا نوع بی‌اختیاری استرسی رو داشته باشن و گاهن ممکنه فقط به صورت خالص همین نوع بی‌اختیاری رو داشته باشن. نوع سوم بی‌اختیاری از نوع سرریز هست. در این موارد یک انسداد در مسیر خروجی ادرار وجود داره که باعث میشه که ادرار انباشته بشه در مثانه و بیمار به طور غیر ارادی بدون اینکه کنترل داشته باشه حتی آگاهی از این موضوع داشته باشه یک مقدار از ادرار خودش رو روزانه دفعات متعدد ممکنه از دست بده و خارج بشه که در مواردی که ممکنه پروستات بزرگ باشه یا اینکه به هر دلیل سنگی در مسیر خروجی ادرار وجود داشته باشه یا اینکه تنگی در مسیر مجرا وجود داشته باشه میتونیم این نوع بی‌اختیاری رو ببینیم. نوع چهارم بی‌اختیاری از نوع توتال هست یا بی‌اختیاری کامل که مریض هیچ گونه اختیاری روی ادرارش نداره و شبانه روز مریض خیسه. در این وضعیت ممکنه مثانه از نوعی باشه که کوچیک شده باشه و جایی نداشته باشه برای اینکه ادرار در اون جمع بشه و یا اینکه دریچه خروجی مثانه کفایت نداشته باشه و در واقع یه حالت شل داشته باشه و ادرار خارج بشه. علت بی‌اختیاری از نوع استرس میتونه شلی عضلات کف لگن باشه و گاهن به علت مشکلات اسفنکتری یا دریچه خروجی مثانه است. برای تشخیص ما میایم و ناحیه مجرای ادراری و ناحیه تناسلی رو معاینه میکنیم، ناحیه مقعد باید معاینه بشه. از نوار مثانه استفاده میکنیم برای تشخیص و همینطور از سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه و البته سونوگرافی و مواردی مثل بررسی ادرار و رادیوگرافی هم کمک کننده میشن. درمان‌هایی که در این زمینه داریم میتونن به صورت رفتار درمانی باشن، یعنی اینکه به مریض آموزش میدیم که چه مقدار ادرار خودش رو نگه داره یا وضعیت خروجی مثانه‌اش موقع قرار گرفتن در دستشویی برای خروج ادرار چطور باشه و گاهن میتونیم از دارو و ورزش‌های کف لگن و همینطور از جراحی برای رفع این نقص استفاده کنیم. علتی که باعث ایجاد نوع اضطرار یا نوع ارج اینکانتیننسی میشن مواردی مثل عفونت‌ها، التهاب، تنگی خروجی مثانه، کانسر مثانه یا سرطان مثانه و بزرگی پروستات رو میتونیم ازش نام ببریم. گاه هم صدمات نخاعی میتونه باعث این مسئله بشه. البته باید بگم که این نوع اصلا هیچ ربطی به مقدار ادرار موجود در مثانه نداره، یعنی مریض ممکنه حجم کمی تو مثانه‌اش باشه ولی تا قبل از اینکه برسه به دستشویی همون مقدار هم از مثانه‌اش خارج بشه. برای بررسیش هم میتونیم یک سونوگرافی با تعیین باقیمانده ادرار، آزمایش ادرار، رادیوگرافی، سیستوسکوپی و پد تست انجام بدیم که پد تست استفاده از یک پد برای اینکه ببینیم که مریض واقعا ادراره که از مثانه‌اش خارج میشه یا اینکه این تصور خود مریضه
بابت خروج مقداری مالی از مثانش. در درمانش هم میتونیم از دارو، رژیم‌های خاص، بایوفیدبک و ورزش، هم ورزش‌های کف لگن و گاهن از جراحی استفاده کنیم. من در مورد درمان‌های دو نوع دیگه توضیح اینجا نمیدم چون وقت رو میگیره و در واقع این دو نوع اولی که گفتم بیشترین طیف رو شامل میشن. فقط یک نکته دیگه در مورد مشکلات ادراری میخوام بگم و اون باقی مانده ادرار هست. گاهن ما مریضایی رو میبینیم که ابراز میکنن که بعد از خروج از دستشویی هنوز احساس میکنن مقدار ادرار داخل مثانه‌شون باقی مونده. در این موارد ممکنه ما مشکل مثانه داشته باشیم یا ممکنه مشکلات خروجی مثانه، یعنی دریچه خروجی مثانه رو داشته باشیم که در هر دو صورتش ما نیاز داریم یک سری ابزار تشخیصی از جمله سونوگرافی با تعیین باقی مانده ادرار، سیستوسکوپی، نوار مثانه و در این موارد هم میتونیم با بزرگ کردن، اگر مجرا مشکل داشته باشه با دیلاتاسیون یا بزرگ کردن پوچ مجرا، سونداژهای ادراری، دارو یا اگر مشکل پروستات هست با برداشتن پروستات یا حتی جراحی‌های دیگه به مریض کمک کنه. یکی از مشکلاتی که روزانه ما مراجعه کنندگان زیاد در مطلب داریم مشکل نازایی در زوجین هستش که قسمت آقایون مربوط به رشته اورولوژی میشه. بیشتر این افراد کسانی هستن که چند ماه یا ممکنه گاهن یک سال ازدواج کردن به ما مراجعه میکنن و در مورد مشکل نازایی خودشون از ما راه حل میخوان. یکی از مواردی که اینجا باید متذکر بشم اینه که ما زوجین رو مورد ویزیت، معاینه و کارهای تشخیصی قرار میدیم که یک سال از ازدواجشون گذشته باشه و حداقل یک شب در میون مقاربت رو داشته باشن ولی با این وجود حاملگی صورت نگرفته باشه. در این موارد ما در درجه اول مرد رو هست که مورد آزمایش و تشخیص قرار میدیم و خانم‌ها در استپ بعدی، قدم بعدی هستن که مورد آزمایش قرار میگیرن. در مورد آقایون ما یک آزمایش ساده سیمن یا مایع منی رو میدیم و فاکتورهای مربوط به اسپرم رو مورد تشخیص قرار میدیم که از جمله مهمترین اونها تعداد، حرکت و شکل اسپرم ها هست. البته فاکتورهای دیگه با اینکه بعد از این سه تا قرار میگیرن کم اهمیت نیستن، کما اینکه ممکنه این سه فاکتور مشکلی نداشته باشن و مریض مشکل در زمینه‌های دیگه‌ای که در آزمایش سیمن مورد بررسی قرار میگیره مشکل داشته باشه. یکی از مواردی که باعث اختلال در این فاکتورها میشه واریکوسل هست. واریکوسل یک مسئله شایع هست، حدوداً 20% از مردان جامعه به طور متوسط دچار این بیماری هستن. معمولاً مریض عنوان میکنه که قسمتی حالت سنگینی که بیضه سمت چپش داره اگر خودش ویزیت مشکل داشته باشه و برای ویزیت مراجعه بکنه. ولی در غیر این صورت موردی هستش که توسط معاینه و توسط پزشک تشخیص داده میشه. معاینه‌اش هم در معاینه هم 3 تا گرید رو برای واریکوسل مشخص می‌کنیم: گرید 1، گرید 2 و گرید 3. گرید 1 مریض ممکنه با حالت زور زدن زیر دست پزشک رگاش برجسته میشه. این رگ‌ها وریدهایی هستن که زیر پوست ساک بیضه و اطراف کرد یا تناب بیضه مشخص میشن. گرید 2 گریدی هستش که در معاینه پزشک بدون زور زدن بیمار این رگ‌ها رو لمس میکنه و گرید 3 حالتی هستش که پزشک این رگ‌ها رو میتونه با دید مستقیم تشخیص بده. پس در هر سه حالتش این پزشک هست که باید تشخیص این بیماری رو بده. البته این رو اینجا به عنوان داخل پرانتز بگم که هر مریضی که دچار واریکوسل هست دلیل نیستش که حتما فاکتورهای مربوط به اسپرمش مختل شده باشه و هر بیماری که فاکتورهای مربوط به سیمنش مشکل پیدا کرده، مربوط به اسپرمش در آزمایش سیمن مشکل پیدا کرده، دلیلی نیستش که حتما واریکوسلی داره که ما بتونیم ببینیم یا اینکه بتونیم
بدون مانور زور زدن یا والسالوا اون رو تشخیص بدیم. در مورد عمل واریکوسل سوالات زیادی میشه. واریکوسل در صورت تشخیص مساوی با عمل هست. این عمل انواع مختلف روش ها رو داره. روش باز که خودش سه نوع مشخص داره که توسط پزشک در نظر گرفته میشه که چه روشی رو برای مریضش انتخاب کنیم. روش بسته یا لاپاراسکوپیک و روش های میکروسکوپیک که گاهن بعضی از مریضان میان و میگن که ما عمل انجام شده برامون چند سال پیش و بهتر نشدیم یا اینکه حتی بعضا ممکنه فاکتورهاشون بدتر هم شده باشه که در این موارد عود بیماری رو ما عنوان میکنیم و حتی ممکنه مریض نیاز به عمل مجدد داشته باشه. به جز واریکوسل موارد دیگه هم هست که میتونه باعث اختلال در فاکتورهای مربوط به اسپرم بشه. اگر تعداد اسپرم ها خیلی پایین باشه، گاهن انسداد یک طرفه باز یا لوله اسپرم بر ممکنه انسداد درش ایجاد شده باشه و حتی در بعضی از موارد ما آزواسپرمی یا نبودن اسپرم در مایع سیمن رو داریم که در این موارد ممکنه بسته بودن دو طرفه این لوله ها رو داشته باشیم و گاهن اصلا لوله‌ای در این مسیر وجود نداره. بعد از عمل جراحی 3 ماه، 6 ماه و 1 سال بعد لازم هستش که بیمار دوباره مورد آزمایش قرار بگیره از نظر سیمنش که بهبود این روند نشون دهنده افکتیو بودن یا مؤثر بودن عمل جراحی هست. امیدوارم که از مطالبی که اینجا عنوان کردیم بهره کافی رو برده باشیم. اگر مطالبی هست که در ذهن شما علامت سوال براشون وجود داره، من مشتاقانه منتظر سوالات شما در صورتم هستم. به تک تک اونها جواب خواهم داد و بعضی از سوالاتی که تکراری هستن خواهش میکنم از بازدیدکننده‌ها که به سوالات دیگه هم مراجعه کنن، چه بسا که جواب خودشون رو در پاسخی که به دوستان دیگه دادیم بتونن بگیرن. خیلی ممنون. خداحافظ.